ناراحتم، واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه. ما البته با دولت هند روابط خوبی است. سیاست منصفانه‌ای بایستی برای این مردم نجیب که در اونجا هستن در پیش گرفته بشه از سوی دولت هند. این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس‌ها این زخم رو ایجاد کردن. از همون وقت این زخم کشمیر رو اونا اینجا کاشتن و گذاشتن و تعمد در این قضیه داشتن این زخم خوب نشه و همیشه بین این دو کشور مشکل و اختلاف و دعوا وجود داشته باشه. من از وضع کشمیر ناراحتم، واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته